اشیا یه آره. خبر بد برات دارم. چی؟ من با اک اسپیجی اومدم، بعد شب کنی با اک آهیزم بیا. سلام بچه ها، حالتون چطوره؟ خوش اومدیم به یه ویدیو دیگه با این اشیای احمق. این احمق. خب من دیریمم. خب بچه من قرار شده من الان فول دایمندم و تمام تجهیزات و گوش و اینطور چیزا دارم و بعد سب کنم. من اینجا باید من بنده خدا 17 تا استیک فقط دارم، ولی این فول دایمنده. آره من اینجا، خب همینجا سرم میندازم پایین، نگام نمیکنم. تو پاشو برو 5 دقیقه زمان میدم. 5 دقیقه زمان میدم. 5 دقیقه زمان دارم بچه ها. تایمر داری؟ آره تایمر ریکوردم هم. آره اوکی. 5 دقیقه داره زمان میده. 5 دقیقه خیلی زیاده و من توی اینجا فکر کنم بتونم ریکوردم 2 دقیقه و 45 ثانیه است. 5 ثانیه ازش گذشته، من 7 و 40 ثانیه میام دنبالت. ببین فقط قول بده خیلی زیاد دور نشی دیگه. من میدونم این اشیا تو همین 5 دقیقه اول پو میشه میره اصلا عمو اشیا سابقه زیادی واقعا داره برای درگن زدن. خب منم زیاد دارم، ولی من خیلی وقت سروایو هاردکور اینا نزدم و الان ارشیا نمیدونم من دارم چی کار میکنم و واقعا کار خیلی قشنگی دارم میکنم. ارشیا بعدا توی ریکوردم میبینیم. داری فیلیکم میزنی نه؟ ای آدم استرن ملعون فهمیدش. کجا رفتی؟ غیب شدی چرا؟ تیپی کردی؟ نه کجا رفتی؟ I'm dream بچه اینجوری رفتش که من حتی با فیریکم هم نتونم ببینم. فیریکم برد داره دیگه. اوه خب اسپیجی جان، خیلی ممنونم از اینکه ویدیو رو گرفتی. من میرم 1000 بلاک دورتر. اینطوریه؟ اگه میخوای 1000 بلاک ببین از الان بگم و 2 دقیقه رفته. سریع باش بچه. حتما لایک و سابسکرایب یادتون نره. کامنت بذارین. حالا برای من که سابسکرایب نداریم مثل شما یوتیوب نیستم من. آره نوبا یوتیوب نداریم آخه. من آپاراتم و درآمد ندارم. بگم آپارات چیز میکنه، ویدیو رو دیلیت میکنه. خیلی من همین الانشم باید همه چیزو سانسور کنم. آره ارشیا همین الان. ببین من یه خاک تو سر دشیا هنوز اینجایی؟ من گفتم الان 1000 بلاک رفته. ارشیا 5 ثانیه 3 یه آهنگ دیریم چیز داره؟ کپی رایت داره؟ فکر کنم ارشیا از دریا رد شده. اوه رودخونه رد شده. یه سوال دارم، من نمیتونم باکت آب برای خودم گیر کنم؟ یکم سخت شد. نه دیگه نمیتونی، باید بری آیرون پیدا کنی. حالا من که مشکلی با این قضیه ندارم آقای ارشیا. من کلنگ که دارم، تبر دارم، همه چی دارم. و کسی هم که داره فرار میکنه منم. میتونم برات صبر کنم و چند چیزی نیست. الان دارم مثل سگ دنبالت میکنم. خب دوستان عزیز، گوسفند را میخوایم بکشیم. شب میشه ارشیا جون. آقا وقتی که شب شد میتونیم بد بذاریم دیگه. آره ولی من قرار نیست که بخوابم. شبا که ارشیا میخوابه بنیامینه بیداره. ببین ارشیا جهت کمپاس عوض شد، دارم بهت نزدیک میشم. کچی دویه من توی جانگلی مگه نه آها اوه چه دریاییه. باید برم قایق بسازم البته اگه اینجا باشی. تو دریا نه رفته اینا
پورتال فریمو لوت کرده مثل اینکه بچه‌ها لوت کردی پورتال نه فریم من رو؟ پورتال پیدا نکردم. اوه مای گاد مگه جارنی مپ یا مینی مپ نداری؟ خاک تو سرت یکم اونورتر بود خاک تو سرت همه اینا رو برمی‌دارم به تو نرسه اشیا ندیدم تو کامنت بمیریم. برو اشپیم کمه وای میمیره بچه اصلا لازم نیست من کاری کنم خودش میمیره به قول عرفانه این چیه؟ ویچ داره من میزنه. من اشیا یه چیز جالب بگم من جارنی مپ دارم و وقتی مثلا 20 بلاک از فاصله داشته باشم نیم تو برام مینویسه میدونستی؟ عجب لوشی اشیا جون سلام چطوری؟ خوبی؟ کیوهی مگه نه؟ چی؟ اشیا کوشی وای هی نیمت داره برای من چیز میشه میاد اشیا جون بابا نه یا به اشیا قدری که دور مانسترا نزن دارن دهن من سرویس کنن تو دهن من سرویس نکردی. اشیا تو کیوی راستی اصلا حواسم نیست من تو دریا هم. تو دریایی؟ رسیدی به پورتال فریمه مثل اینکه نه داره دروغ میگه بچه وای حاجی تو چرا انقدر وات تو زیرمی الان فهمید بچه ها فرار کنید. فهمید این مایه به فیلکم نزدن ها من باور کنم حرف تو الان میگه میتونی باور کنی میتونی باور نکنی دقیقا سلام ارشیا فرار اشوف دریم خدایا دریم بیا کمکم ارشیا واقعا هدفت از این کار چیه دریم برو یک هیچ آقایان یک هیچ اشیا جانم برو تو این بلاکه بیا الان الان ساعت 8:30 نه 8:28 است 8:33 بیا دنبالم خدافظ صبر کن اشیا هنو لایک نکردی هنو کامنت نذاشتی چرا 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 برو کامنت بذار من خوشحال کن برو کامنت بذار بود کامنت سری بچه یه دارم بدوارز هم میام با ارشیا ریکورد کردیم آره تا اونم دارم بریم میام ببین دنبالت بابا 3 دقیقه مونده گون دارم میام دنبالت دیگه آره اینا هم نباید بابا 3 دقیقه مونده دیگه من دارم میام بچه دنبالت خدا بچه شب باورتون نشه ولی ارشیا علکی نمیگفت واقعا اومد دنبالم پشمام ریخت همین الان تو کامنت ها ارشیا جرزن وای چقدر بدشانسم آجی از این ارشیا ماهی میخوام یه کمکت بکنم ولی نه نه نمیکنم گو خوردم نمیکنم تو بی جنبه ای بچه همین الان توی کامنت ها ارشیا بی جنبه
بچه ها میدونین از اونجایی که الان ارشیا فول دایمنده من هیچ شانسی ندارم که باش پی وی پی کنم، هیچ شانسی ها، رسما شانسم صفره. فعلا تنها راهی که میتونم از ارشیا فرق کنم اینه که پوشم برم ندر. خیلی بده. آره دیگه، وقتی میدم ندر کمپست گیج و مابیج میشه. فقط فکر کن ندرش جوری باشه که به 5 سال دنبال ندر فورترس بگردم. اوی تو داری میای؟ بله وای خیلی بچه خیلی لاشیه، هنوز 1 دقیقه تایمش مونده داره میاد. ببین یه شانس برا زدنت دارن آخه. وای فوک ارشیا اومد. چرا بچه غیب شدی؟ ارشیا خیلی جرزنه، ارشیا خود جرزنه. من اینو قبول ندارم، من این مچو قبول ندارم. من چه؟ یا پاشو من این مچو کیل شو قبول دیگه. ندارم. کجایی؟ من این مچو قبول ندارم. کیل شو. من این کیل مچو شو. قبول ندارم. کیل شو. کیل یو. این جیجی. مچو قبول ندارم بچه. ارشیا جرزنی کرد اصلا وای نسد. ارشیا جرزنی آهنم داری؟ به آهناتو بردارم. اوکی. بله همینی که هست آقای ارشیا. اگه تا این پارت دیدی دارم صحبت میکنم، اگه تا این پارت دیدی و ویدیو رو لایک نکردی همین الان لایک کن و چنل بنیامین رو آنساب. خیلی ممنونم که تا اینجای ویدیو با ما همراه بودین. واقعا نمیدونم از این سبک چرت و پرتا واقعا عجیبه، نباید خوشم بیاد، واقعا نباید خوشم بیاد. قول میدم مثل آدم ویدیو بذارم. ولی اگه از این ویدیو خوشت اومد حتما لایک و کامنت یادت نره. به ترتیب نگفتم، اهمیتم نمیدم. نمیدونم چرا اسکینم اینه. و اینکه بچه ها چنل آپارات ارشیا توی دیسکریپشن هست، برین حتما فالو، میگم تو آپارات چیه، به اونا فالو کنین. و مرسی که تا اینجای ویدیو بودی و فعلا خدافیز. راستی سری هاردکورمون تو راهه.